السلام علیکم بینندگان عزیز، در نوار برنامه نوبتی مناسبت و بینندگان عزیز، امروز ما درباره ماه شریف رمضان، قید عید ماه شریف رمضان سخن میکنیم و با استودیو با این خاطر سرخطیب ناحیه واحد خان کمال را تکلیف کرده ایم و دامون شما را به استودیو خوش آمدید میگیم. چون میدونید از روزهای اول اصلاحیت در رسولی ما با رشدی اومه سنت های ملی، احیای عنعنه های نیاگان، بازگشتن به اصل خیش، اومد اید کردنی ایدهای ملی همچون در درجه ایدی خلقی به حکم اندر آمده است. البته این بسیار سوالهای خوبی خود را بخشیده شده است. بر روز 30 می سال جاری قرار پرزیدنتمان عاید قید نمودن عید ماه شریف رمضان روز 5 یونیو چهارشنبه قبول کرده شد. اومد میخواست شما درباره همین عید ماه شریف رمضان، خصوصیت ها عید ماه شریف رمضان، درباره قید عید همین ماه شریف با بینندگان سخن می‌کردید. اولا السلام علیکم حمدالله محترم. اولا همه اهل سوق زمین را به این روز مبارک ماه عید رمضان تبریک گفته. ما می‌خواستیم که هر یک مؤمن آدم این روز مبارک بلستان است و شکر کرده قدر امکان این روز را روزهای نیک گذراند. چون که بخت است که این روزها رسیدن بازم به تن صحت و به خاطر جمع رسیدن. عید رمضان اصل اسلام، پیامبر خدا بعد مدینه و کوچه رفتن رمضان فرض شد. بعد رمضان فرض شدن بس یک ماه رمضان تمام شدن بس ماه شوال یکم روزش پیامبر خدا به امر الهی عید اعلان کردن. جمعی امت همون وقت این روز مبارک مثل یک میرمی کلان تنتنه جشن گرفتن. همون تنتنه ها تا حالا می آید، فقط بعضی سبب ها، بعضی عرف عادت ها این به آمیخته شده. همون عرف عادت ها گاه غالب مساس. من در همجا سوال دادنی بودم، البته خودتون گذشته سردید. من فصل رمضان رو ماه پاکشویی میگن. ماه رمضان رو یکی از 5 فرض مسلمانی روزه ماه شریف رمضان گرفتن است و مردم من تمام آنهایی که عبادت میکنن سوی الله برای پاک شدن از تمام گناه ها روزه میگیرن. من میدونم که پیشتر پدر و مادرمان در روزهای عید مشرف رمضان خرسندی میکردن، با یک دیگر شیرینی ها تحفه میکردن. من عید را به معنای تامش قید میکردن. با سبب بعضی سبب های عیان و ناعیان روز وقتی آخر در ناحیه ما بعضی بدعت ها به همین عید وارد شد. یعنی مردم خانه به خانه میگردن با مقصدی من با بهانه فاتحه خواندن یا که دعا خواندن بر روح ارواح گذشته. البته چیز خوب است، لیکن با همین عید بدعت ها وارد شد. عموما از نظر شما امروز همین برای پیش گرفتن همین بدعت ها کدام کارها کرده می شود؟ کدام کارها رو باید کنیم؟ البته این بدعت و عادت ها رو برای جدا کردن و کدامش برای انسان ها منفعت دار، کدامش ثواب، کدامش ثوابش نه، اینا باید جدا کدام نکن. آخر 78 سال باز مسجد های ناهینده هم به نسبتا ترغیبات ها بر اساس خلق فهمید که عید سیو تعزیه سه طوره انسان هایی که هوا مصیبت رسته است، مصیبت که یک هفته دو هفته یک ماه شدگی حال قلب انسان ها میرم کردن عید کردن نمیرنجد. همین مناسبت با خشت بار دوستاشون رفته و های از حالشون خبر میگرفتن. همین کته بازم همه برای خودش دوام میداد. نه با همین خیلی عادت شد که مردم عید رو 3 روز عید میکردن، 3 روز فقط خونه به خونه میگشتن. این تاثیر است که تاثیر بیرون هم هست که برای شکست عادت های اسلام شکستنش هم خیلی فعل اطوار های پیدا کردن، بدعت های پیدا کردن و این کته مسلمان های ایدش از او گردوندن. اصلش این روز خرسنده با عائله کته جشن میگیرتگی یک این روز مبارک با فرادگار رساندنش و بطن صحت این ماه رمضان این ماه مبارک نصیب دار شدنش با خرسنده کرده یک احسان میکرده روز. پیغمبر نبی صلی الله علیه و خشان همون روز عید برآمده همون عیدگاه هنده فرزندهای صحابه های قطعی بازی میگذاشتن. اکثرشون صحابه ها کمال بودن با پیغمبر خود هوای ها خودشون نگه داشته دست خفه کرده همراه همون فقیران عید میکردن. این به آن اشاره که همون روزها
ما از حال احوال انسان‌های دردمند، از حال احوال انسان‌های محتاج خبر گیریم. لیکن یک انسان و انسان با اگر خشتبارش کتی نامرسا باشد، خراب باشد، یا یک عائله شنده نامرسا باشد، یا یگان هم خیل نافهمایی شاشدگری همین روزی ایدان اصلاح کرده که شاید که این همون اید با شکرانه شود. بسیار کهن سلام میگویند روز اید جان لیکن که تو اید دیگه میرود. این به معنی که این روز مبارک تو با کدام نیت گذرانی پروردگار تو تا سالنگی اید هم خیلی میرساند گفته مقصدنده. ولی همه ما از همجوران هم التماس میکنیم که این روز را با نیک گذرانیم. نوبای نمانده یک گابی نوترو شاید ادگار می حتی در روز عید مشرف رمضان اونهایی که به همدیگر قهر باشن آشتی میشوند. البته ده اصلاش مومن آدم از سه روز زیاده با دوستش سخن نکردن نمیموند. این سخن نکردن مدت دراز 3 روز. لیکن هوایم به هنشته وقتنده. ما لیکن ماه روز ها سال ها همه خیلی بایدگری هم سخن نمیشیم. این اصلاش فعل اطوال مومنگر نمیدارد. پیامبر خدا همون دو نبیلشان یاش بود گودک بود یاش کرده نزاع شده بایدگرشان نجاختن. همانده کدامتون یکم جاختن نگری من شما و جنت و آدمیت هم میگم. این باعث همین که کدام دو تا انسانی سخن نکرده یکم دستی خرسنده دراز کند یکم آشتی و دگری وای به جهاد واجب میشد. لیکن دویم آدمی که هوای قبول نکند وای به بد میشد. برای همین ما اگر تونم مرد کرده یکم دست دراز کنیم اگر ما از ما و انسان با قوتر شده وای دست دراز کند ما وای به مرد کرده کدام که واینده نمیشد. برای این مکافات گرفتن نکردیم مکافات عمله این مکافات گرفتن نکرد. از طرف همون اداره مسلمانان ازبکستان تعیین شد که این روز چهارشنبه عید کردن خاص با این فرمایش پشتاگی امر آمد. اینا همون بعضی تفاوت‌هاش است که بعضی جهان دا یک روز پیش دست گفته. من در اونجا فکرتون گرفتنی من در از طریق سامانه‌های اینترنتی نوشتگی من در تاجیکستان، ترکمنستان، روسیه، آذربایجان، عربستان سعودی، امارات‌های متحده عرب، مصر، ترکیه، گرمانیا و امریکا روز 4 ایون امروز عید مشارکت. لیکن در دولت‌های قزاقستان، قرقیزستان، اندونزیا، مالزی عموما تو ازبکستان هم دو میشه پگاه عید کرده میشود. در بین مردم بعضی اختلاف میش‌ها پیدا میشود. برای چی در دیگر دولت‌ها امروز در دولت ما پگاه گفته ما مگر روزی یکم شوال عید روز دوستی میگفتم که چی میگن میشه پیدا شده دیگه نسبت همیشه فکرتونش میاد. این اصلاش حکم اسلامی حکم شرعی است که کدام جاندا ماه دیده شود همونجا عید اعلام میشد. مثلا مانده حنیف مذهبنده حاضر شما گفته که همون دولت‌هانده حنفی مذهب امام اعظم مذهبشان جاری شده که هوای حکمنده اگر 29 روز به چشم انسانی ماه دیده نشود ماه سیروزه کرده بدولن. اون دیارهایی که اونجا هنده روزا عید شد اونها در دیگه مذهب ده و مذهبان ده با چشم دیدن شرط نه با همون واسطه ها که باشه دام نامه دگری همون روز اعلام میکنن. لیکن ما این خیلی بحثای مبین خلق میپفتگی نیم ما همون دینی داره که همین چیزا مختگی و این به فتوا میدگی انسان هایان هوای ما فتوای هوای انسان های تعال میکنیم و یک جهاد امری پشمان واجب میگه. البته من دوملو پگاه به خاطر عید مشرف رمضان خدا خواهد من در مسجدهای جامع ناحیه‌مان نماز عید مشرف رمضان گذرانده میشود با مردم موعظه ها کرده میشود از کلام خدا زیرا کلام خدا یعنی دین مبین اسلام هر یکی ما را سوی نیکی هدایت میکند. البته پگاه اهل ناحیه‌مان عید را چطور قید میکنند؟ این یک عادت شدمون 5 سال آخر امروز بگاهی آخرین روز رمضان در عرفه عید با بعضی همون خشتبار و همون هم محلنگی همون مصیبت رسیدگی ها و صبر فرصت از پروردگار حق این گشته باشم مدعا میکنم حقیقی دام سویم خدا خواهد از فردا همون حقیقی عید اسلامی کرده حقیقی مسلمان ها میزیدگی میرام کرده. البته عائله خدا مونده یک روز باشد همون کهن ساله خبر گرفته دادا بی هم اگر در دیگه جز نکند های خبر گرفته یک خدا مویا همون جنده معلم کسا گمونده همین روز خرسان بوده گمونده اظهار کرده گمونده کرده همین که ما حقی معلم ادا که اسلام شدیم یعنی معنی عید خرسندی هستیم. البته ما لیکن
مصیبت و پشرک شده که تا انسان های دروازه شده شدن اما اونقدر عادت نه این انسان عاقبت کردنش هر روز حیات لیکن خاص روز عید بردن موافق نه اصلاش یک انسان اصلاش به مصیبت رسیده گری همون دوستانش که دویم خبر میگیرن وقتشون شود و انسان های حقشون خبر داد مصیبتشون با همدردی اظهار میکنن لیکن خاص روز عید با تعیین کردن این نقطه نظر اسلام آداب اسلام اعلام کردن حساب میشه است رحمت الله البته امید کنیم که پگاه خلقمان عید مجری و رمضان رو با یک خوش خورسندی کیفیت نقص پیشواز میگیرن و ما شما رو از نام تمام بینندگان تلویزیون صبح با مناسبت عید مجری و رمضان تبریک میگیم امید داریم که در راه تحکیم دین و بین اسلام و با دل آدمانی که در آوردن دائما کوشش حرکت خود را به خرج می‌دهید رحمت برای صحبت سیمی و بینندگان عزیز ما در نوبت خود تمام شما را به مناسبت عید ماه رمضان تبریک میگیم و بگذار این عید مبارک به هر یک ما خانه آواز سر بلند آورد و دائما خوش و خرسنده از عائله های ما دور نگردد و این بود برنامه نوبتی مناسبت و موضوع امروزی ما قید گرفتن عید ماه رمضان در ناحیه سوخت بود.